واقعا با ایجاد از این نمایشگاه تمام داشته‌های صنایع صنعتی افغانستان به نمایش گذاشته شد. امروز مقامات ما و مردم افغانستان دید که واقعا در صنعت افغانستان دستاوردهای زیادی صورت گرفته و امروز صنعت افغانستان، صنایع دستی ما، تشبثات کوچک و متوسط ما از بخش زراعت ما امروز حرف به گفتن داره برای مردم افغانستان و امیدوار هستیم که دولت حمایت کند تولیدات داخلی را و مردم عزیز ما از تولیدات خود مصرف کنه تا که حمایت شود صنعت ما و باعث رشد اقتصادی ما شود و باعث ایجاد کار برای جوانای ما شود.